در دوشنبه 100 چهره موفق سال را معین کردند. این چهارمین شام سه‌شنبه در مرکز آش پلاو با اشتراک صدها چهره‌های شناخته کشور برگزار گردید. زیاده از 10 نامیناسیا: دیپلماتیا، مقامات قدرتی، طب، پرچمبرداران، فرهنگ، معارف، ژورنالیستیکا و غیره. و گفت تشکیل کنندگان تمام 100 چهره را طریق آوازدهی یکدلانه مردم از میان ده‌ها هزار انتخاب کردند. و صدگانه در نامیناسیای روزنامه‌نگاری امید باباخانوف، دیرکتور گنرالی گروه رسانه‌های آزیا پلوس انتخاب شده است. چندین بلاگران که با آماده کردن کانتنت های گوناگون و جالب مشغولند صاحب جایزه شدند. من هیچ انتظار نداشتم که از پشت خوردن خوراک‌های ملی در روی خط 100 چهره موفق سال 2024 وارد میشوم. خب با بسیاری ابونچیان برای ما میگن که شیرالی نخود از حساب خوردن را جایزه بتن. خب دوستان عزیز، خوردن خوراک‌های ملی این اساسی کانتنت ما نیست. البته اساسی کانتنت ما این نشان دادن خوراک‌های ملی، عرف و عادت و از همه مهم نشان دادن طبیعت بیشتازای تاجیکستان عزیز میباشد. در این آزمون از کارمندان مقامات بلندپایه تا خردترین ورزشکاران شامل شدند. چندین دکتران و معلمان و اختراعکاران و ورزشکاران. Сегодня я был удостоен принять участие на мероприятии 100 известных людей Таджикистана. Вот, для меня большая честь получить такую награду. Я этой наградой буду гордиться. Я горжусь этой наградой, что меня оценили, что меня приняли. آزمون 100 چهره موفق سال را تشکیلات بین‌المللی مرکز رشد ذهنی تشکیل می‌کند. آن سال دوم است که برگزار می‌شود و اولین چهره موفق آن رستم امامعلی، شهردار دوشنبه دانسته شد. هدف از برگزاری چهارمین مذکور این پیش از همه معرفی چهره‌های نو ایجادکار، لایقتمند، سخنان، نفرانی که در رشد تاجیکستان عزیز سهم ارزنده می‌گذارند. با این لایحه ما می‌خواهیم به جامعه شهروندی، به جامعه تاجیکستانی فهمانیم که موفقیت چیزی نیست که فقط با شیشتن و آرزو کردن به دست آید، بلکه موفقیت اون زینه، اون چیزی است که کوشش، تلاش، زحمت، محنت شبانه روزی و صداقت رو طلب می‌کند. گفته می‌شود برای انتخاب 100 چهره موفق ده‌ها هزار نفر در شبکه‌های اجتماعی آوازدهی کردند. امامعلی سعیدزاد، آزیا پلوس.